درود بر شما دوستان، من کیوان هستم و این کانال بشقاب پارسیه. امروز میخوایم بریم سراغ رسیپی های ایتالیا و یک دسر خوشمزه با هم درست کنیم به نام تیرامیسو. پس اگر دوست دارید نحوه درست کردنش رو یاد بگیرید تا آخر ویدیو همراه ما باشید و برو بریم. برای آغاز به 2 زرده تخم مرغ نیاز داریم، 1 قاشق چایخوری پودر وانیل و 2 قاشق غذاخوری هم شکر. حالا باید زرده‌های تخم مرغ خودمون رو به روش بنماری مخلوط کنیم. در روش بنماری شما باید مخلوط خودتون رو روی بخار آب قرار بدید تا خامی اون گرفته بشه. پس از اندکی هم خوردن زرده تخم مرغمون، وانیل و شکر رو بهش اضافه می‌کنیم و هم زدنمون رو به مدت 5 دقیقه ادامه میدیم تا زرده‌های تخم مرغ به رنگ کرم روشن در بیاد و خامی اون گرفته بشه. سپس به 4 قاشق غذاخوری خامه نیاز داریم. خامه رو داخل کاسه میریزیم و با مخلوط کن هم میزنیم تا یک دست بشه. پس از اینکه خامه ما یک دست شد، نوبت میرسه به اضافه کردن 2 قاشق غذاخوری پنیر خامه‌ای و اون رو با مخلوطمون هم میزنیم تا یک دست بشه. حالا نوبت میرسه به اضافه کردن مخلوط زرده تخم مرغ، وانیل و شکرمون که از قبل آماده کردیم. در نهایت هم این مخلوط رو به مدت 2 دقیقه هم میزنیم تا کاملا به خورد هم بره. در این مرحله به 2 قاشق غذاخوری قهوه و 1.5 لیوان آب جوش نیاز داریم. به همین شکل که در ویدیو تماشا میکنید باید اون رو مخلوط کنیم تا مایه قهوه به دست بیاد. و حالا هم برای شیرین کردن مایه قهوهمون 2 قاشق غذاخوری هم شکر اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم تا حسابی حل بشه. برای تهیه تیرامیسو ما به بیسکویت های لیدی فینگر نیاز داریم که در اکثر فروشگاه‌های لوازم قنادی موجود هست. اما اگر پیدا نکردید هم میتونید به عنوان جایگزین از بیسکویت های پتی پور استفاده کنید. در این مرحله 1 لایه خامه در کف ظرفمون پخش میکنیم. حالا باید بیسکویتامون رو در قهوه به مدت 3 الی 4 ثانیه کاملا غلت بدیم و بلافاصله در کف ظرف بچینیم. توجه داشته باشید که اگر بیسکویتاتون رو بیش از این در مایع قهوه نگه دارید باعث میشه که بیسکویت شما له و خمیر بشه. به همین روش که مشاهده میکنید بیسکویت‌ها رو بچینید، لایه به لایه خامه اضافه کنید تا اون حدی که ظرف شما کاملا پر بشه. در لایه آخر هم خامه رو صاف کنید و با پودر کاکائو تزیین کنید. و در انتها در ظرف رو میذاریم و به مدت 7 ساعت داخل یخچال قرار میدیم.
و این هم از تیرامیسوی شما. در انتها میتونید سطح تیرامیسو رو با هر میوه‌ای که میخواید تزیین کنید. ما اینجا از مربای توت فرنگی استفاده کردیم و انصافا خیلی خوشمزه شد. شما با هر چیزی که دوست دارید میتونید تزیین کنید. خب دوستان، امیدوارم که این تیرامیسوی خوشمزه رو درست کنید و از طعمش لذت ببرید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، جا داره خواهش کنم که پست رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برامون بنویسید که از کدوم شهر ما رو دنبال میکنید. به زودی میبینیمتون. دوستدار شما هستیم. تا برنامه دیگه، بدرود.